شاید بتوان یکی از تأثیرگذارترین عوامل پهلوی ها رو فرح دونست. بانویی که با ورود ناگهانیش به دربار بخش بزرگی از تاریخ ایران قبل از انقلاب اسلامی رو رقم زد. امروز میخواییم با هم دیگه زندگی فرح دیبا رو مرور کنیم. استوار سهراب دیبا که در دادستانی لشکر تهران خدمت میکرد، در سال 1315 به رشت منتقل شد و در اونجا با دختری به نام فریده قطب شاگرد خیاطخانه‌ای آشنا شد و ازدواج کرد. 1 سال بعد دوباره حکم انتقال وی به آذربایجان صادر شد و سهراب دیبا به همراه همسر باردارش به این شهر سفر کرد. در سال 1317 بود که فرح تنها فرزند این خانواده به دنیا آمد. سهراب دیبا 6 سال پس از تولد دخترش بر اثر ابتلا به سرطان معده از دنیا رفت. مرگ او مشکلات فراوانی را برای خانواده‌اش در پی داشت. آنها نتوانستند از پس مشکلات معیشتی خود بر بیان. از اون روز فریده تصمیم گرفت فرح رو به تهران ببره و به برادرش محمد علی قطب بسپاره. سپس خود بازگشت و در منزل تاجری تبریزی به نام ایپکچی به نظافت پرداخت. رضا قطب فرزند محمد علی همبازی دوران کودکی فرح بود و رابطه اونها به قدری عمیق بود که فرح اون رو همچون برادر خود دوست می داشت. این ارتباط تا زمان ورودش به دربار ادامه داشت. سالهای کودکی فرح در مدرسه ایتالیایی ها و فرانسوی ها سپری شد. مدارسی که وابسته به کلیسای کاتولیک بودند و به دست راهبه ها اداره می شدند. او تلاش زیادی کرد تا بتونه در رشته پزشکی ادامه تحصیل بده، اما نتونست در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته بشه. در نتیجه برای تحصیل به فرانسه نزد پسرداییش رفت و به مدت 2 سال در رشته معماری مشغول تحصیل شد. مبلغی که محمد علی قطب برای خواهرزادش میفرستاد کفاف مخارج تحصیل و زندگی فرح رو نمیداد. فرح برای گذران زندگی مجبور به پرستاری از کودکان شد. گاهی هم در روزهای تعطیل و اوقات فراغتش به نظافت منازل می پرداخت. به این ترتیب دوران دانشجویی فرح بسیار پرمشقت گذشت. هماتاقی فرح در فرانسه شخصی به نام ناهید کلهر بود که از قضا از دوستان نزدیک ثریا اسفندیاری همسر دوم محمد رضا شاه بود و دست روزگار این دو رو در فاصله 100 متری یکدیگه اون هم در فرانسه قرار داده بود. از جمله تفریحات اون نوشیدن مفرط چای و شیر و رفتن به شنا بود که در جریان رفت و آمدهاش به رودخونه برای شنا با پسری ایرانی به نام کریم پاشا بهادری آشنا شد. طبق اظهارات ناهید کلهر دوست نزدیک فرح بیشتر اوقاتش با این فرد سپری می شد و رابطه عمیقی با یکدیگه داشتن که بعدها یعنی 1 ماه پس از ازدواجش با محمد رضا پاشا بهادری توسط او به سمت رئیس دفترش منصوب شد و این یکی از عجیبترین اتفاقات دربار پهلوی بود. برخی محققین ماجرای ازدواج فرح دیبا با پادشاه ایران محمد رضا پهلوی رو به داستان مشهور سیندرلا تشبیه کردند که در اون دختری رنج دیده با آرزوهای بزرگ رویاهاش به حقیقت میپیونده و به یک باره ملکه کشور میشه. اردشیر زاهدی نقش وزیراعظم داستان رو ایفا میکنه. در اوایل سال 1337 فرح با فرستادن نامه و عکس برای خانواده خودش
از اونها اجازه میخواد تا با یک جوان ایرانی به نام کریم پاشا بهادری ازدواج کنه. سردایی فرح رضا قطبی که در طول دوران تحصیل همراه فرح در فرانسه بود، ازش میخواد به ایران برگرده و با مادرش برای ازدواج مشورت کنه. فرح بیش از 2 ماه در تهران میمونه و رضایت خانواده‌اش رو برای ازدواج با اون جوان جلب میکنه. اما چند روز قبل از مراجعت به پاریس، هنگامی که برای تمدید اسناد مربوط به گذرنامه به وزارت خارجه مراجعه میکنه، مسئولان از تمدید اسناد خودداری کرده. فرح بسیار نگران میشه، اما دایی فرح محمد علی قطبی به او و مادرش دلداری داده و به اونها میگه دوست صاحب نفوذی داره که با اردشیر زاهدی که در اون زمان رئیس امور دانشجویان ایرانی مقیم خارج بود آشنایی داشته و از اون برای حل مشکل فرح کمک خواهد گرفت. پس از سفارش دوست محمد علی قطبی برای حل مشکل خواهرزادش، از وزارت امور خارجه با اونها تماس گرفته میشه و از اونها میخوان دوشیزه فرح به وزارت خارجه مراجعه کنه. فرح به همراه مادر نگران و داییش به محل وزارت خارجه در خیابان فروغی میرن. مسئولان وزارتخونه به اون گفتن آقای زاهدی پرسشنامه ها و فرم هایی که او پر کرده رو دیده و میخواد اون رو ببینه. وقتی فرح به اتاق زاهدی رفت، زاهدی از اینکه یک دختر ایرانی تونسته در رشته معماری تحصیل کنه ابراز خوشبختی میکنه و اون رو برای آشنایی با همسرش شهناز به منزل خود دعوت میکنه. سرانجام فرح دیبا در منزل شهناز پهلوی در حصارک با محمد رضا پهلوی دیدار میکنه و وی رو تحت تاثیر قرار میده و 1 هفته پس از اون شاه ایران به فرح پیشنهاد ازدواج میده. نامزدی محمد رضا پهلوی و فرح پهلوی در 30 آبان 1338 بود. امام جمعه تهران سید حسن امامی خطبه عقد اونها رو خوند. برای جشن عروسی فرح، هواپیمای اختصاصی به طور مرتب بین تهران و پاریس پرواز میکرد تا لوازم مورد نیاز مجلس جشن رو به تهران بیاره. گاهی اوقات خیاط فرانسوی که فراموش کرده بود یک نوار یا روبان رو به تهران بیاره، هواپیما رو به فرانسه برمیگردوند، در حالی که همین روبان در تهران هم وجود داشت. 2 ماه پس از ازدواج نخستین فرزند اونها به دنیا اومد که نامش را رضا نهادند. ثمره این ازدواج 3 فرزند دیگر بود. فرهناز در 22 اسفند 1342 در کاخ سعادت آباد، علی رضا در 8 اردیبهشت 1345 و لیلا 7 فروردین 1349 زاده شدند. سرانجام در 26 آذر 1357 شاه و فرح از ایران فرار کردند. ابتدا به مصر و سپس به مراکش، مکزیک، پاناما و دوباره به مصر رفتند. 5 مرداد 1359 شاه در بیمارستان قاهره درگذشت. پس از مرگ شاه نزدیک 1 سال فرح و فرزندانش در مصر موندند و فرح برای چند ماه نایب السلطنه شد. در سال 1360 فرح به همراه فرزندانش به غیر از رضا به آمریکا رفت، ولی بلافاصله بعد از اینکه وضعیت تحصیل و اقامت فرزندانش رو سر و سامون داد، خود دوباره به پاریس شهر رویاییش بازگشت. فرح در پاریس تشکیلاتی شبیه دفتر مخصوص ملکه ایجاد کرد که همکنون مسئولیت دفتر در اروپا بر عهده فریدون جوادی است. از جمله اصلی ترین فعالیت های فرح بعد از مرگ شاه متوجه براندازی نظام جمهوری اسلامی و حمایت مالی از راه اندازی رسانه ها و نشریات و گروه های سلطنت طلب بود. اگه این روایت از زندگی و نقش فرح دیبا براتون جالب بود، با فشردن دکمه سابسکرایب همراه ما بمونید تا در قسمت‌های بعدی دیگر بخش‌های تاریخ زنان برجسته ایران و جهان را
با همدیگه مرور کنیم.